عبدالمنان هر روز برای دیدن برادرش به بیمارخانه روحی می آید. دادر او بهاوالدین یوسپوف بعد چند هفته خدمت در ارتش از قسم حربی به این بیمارخانه آورده شده است. نزدیکان او میگویند کسی از مسئولین نمیگوید که به بهاوالدین چه اتفاقی رخ داد. سرباز با ایما و اشاره به پیوندانش درباره حادثه به سرش آمده کمی اطلاع داده است. به گفته برادر سرباز، دادرش از آب جوشیده سخت میترسد و تخمین میزنند که دهان او را با آب جوش سوزاندند. معنوی گفوش میگه مرا زدن، در سرم بسیار زدن، میگه در دلم زدن، میگه گفتن میگه یک کس ده ترسوندن و میگه گوده گپ زدن نمیتونه، در این حالت نبود، خیلی سرش تراوما بود. عبدالمنان میگوید آنها هفته پیش از وضع برادرش آگاه شدند. پدر برای عیادت سرباز به قسم حربی رفت و او را در آنجا پیدا نکرد. بهاوالدین الک چند هفته باز در خدمت نبوده است و کسی هم خانواده را از حال او خبردار نکرده است. خبرنگاران توانستند که بهاوالدین را در بیمارخانه روحی از نزدیک ببینند. اومدیم حالی را دیدیم، وقتی ما خیلی ندروی نکرده بودیم، سوق سلامت بود، خیلی تراوما هم داشت، کسل هم بود، تراومای پشت سرش زدگی بودن پیشتر. پیوندان سرباز میگویند که وضع صحتی بهاوالدین پیش از جلب شدن به صف ارتش هم چندان خوب نبود. به گفته آنها حجت‌های ضروری هم درباره بیمار بودنش به مسئولین پیشنهاد شد، اما پزشکان خلاصه دادند که او صحت و سلامت است. در قسم حربی میگویند که سرباز را کسی لط و کوب نکرده است و او با همین حالت به خدمت آمده بود. اما به سوال اینکه پس چرا جوانی ناسالم به صف ارتش قبول شد، آنها پاسخ ندادند. دلربا صمد و رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید در اکثر حالت در قسم‌های حربی نوعسکران مورد لط و کوب و زورآوری قرار میگیرند. این اولین حادثه نیست که سرباز در هفته‌های اول خدمت مورد لط و کوب قرار میگیرد. حالت‌های هم بودند که سرباز در روز اول خدمت کشته شد. این یک نوع شناسایی بیرحمانه است. این یک عنعنه است که از سنتون به ارتش گذشته است و آن را پذیرایی می‌نمایند. به دفتر آزادی‌های شهروندی از نزدیکان سربازان سال تقریباً تا 1000 شکایت می‌رسد. اکثریت از قانون شکنی های خرد و سرباز شکار یا ابله شکایت می کنند. بعضی از شکایت ها از والدان سربازانی است که در خدمت آسیب جدی دیدند و یا به مرگ رسیدند. در یک سال ما از 10 تا 15 پرونده جدی مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سرباز داریم. حالت‌های هم هست که سرباز باید به دلیل آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. من فکر می‌کنم قضیه و پرونده‌های زیادی دیگری هستند که در چهار دیوار قسم‌های حربی نگاه داشته می‌شوند. اثبات دلیل ددفشین یا بدرفتاری نسبت به سربازان نهایت مشکل است. دلربا صمدوی میگوید حتی در حالت مرگ سرباز هم در موردهای خیلی کم نفری گناهکار به جوابگری کشیده می شود. عبدالمنان یوسپوف برادر سربازی که از قسم حربی به بیمارخانه روحی افتاده است میگوید تا آخر تلاش خواهند کرد که حقیقت روی آب برآید. اما حالا برای او و خانواده‌اش مهمتر از همه این است که بهاوالدین را زودتر از بیمارستان جواب دهند.